خیلی کویا بر سلام برای من قاش قاق نکنه. که قاش قاق کردم؟ گفتم سلام برای خوشو گم نمیزنه قطعیم قاش قاق کنه. آخه چی گپ زنم آخه بهوده چی گپ زنم تو؟ خیلی گو چی گپ زنه؟ خیلی گون چی؟ میشه؟ دمیشه ضرور بود که ما تو سلام برم. آخه پگه سهر کار میرم بعد وقت نمیشه و سهر رفتن ده. سهر کار میرفتن. نکی راست. همین شوید تو رو بردن در کار. اجیر مردم شودو میبرو کن. اگه مسخره نکنین ما. مسخره نکردیستم. آخه تو در نظر من خوشروی آخه بس نیست همین زنک برای مرده که خوشرو باشه. خیلی نه کدوم سالانه گفتی زنک؟ یه نمی سالانه؟ ها؟ کدوم؟ اینم جا. چرا داره این سالانی تو؟ این همین کم تا پایان دیگه شرم دو ای برده. چی ای؟ شرم دو. شرمنده؟ نه شرم دو. این همین نیست آخه اینه شرم. اینم جا ده. خب بفرخ با چیستی؟ رفته. با تو خیلی پایانداز پرتوی من مرحمت. فرخه. جوری بیزنه میبینیم؟ این مگزین ایکو؟ نه این اینجا سالن موسیقی برش جنسکوه. موسیقی؟ این جنسکوه؟ این اینجا میدونه. خبیو. خب موزنه چطور بگه؟ شما خواهرجان وای هم؟ پاریک مخیر. پاریک مخیر؟ باز خرش هم نتروشین؟ اکاجا مرمت شینه؟ اکاجا شما در جای گذاشته شینه؟ نه من خواهرجان بسیار ما پس هم بکنم. فهمی دو پس نمیکنه روز گذاشته شینه نجدت کنه. این من همین تماشا میکنم این امجا تماشا کنن گیرم ماله؟ زنه؟ ما هم بیرون رو تماشا میکنم ماله؟ هیچ کنم کنم رحمت خواهرجان من بیاکش میگیرم حسین بریم خانم به رفتم جا تو گرده شهر بینش خزیر بشده جدا میگردی؟ اونجا دا میره بشنیم عجیبه سر سنگ خطای شده کاری رو مالا پیش هر گشتنگی دید شد مرده به رفتم خواستم ترا بشنیم اونجا او در کجا میشینی یعنی اونجا جوش شده خب بیا رفتی اما عجینه نمیرسه همونجا بیا اینم این جایی نشست بستن منم شهر رو بیام قدی تشینم خودم نه چقدر زیبا شده که شهر رو هم از خود نگاش بستم چرا همیشه ما گروهی گام میزنه؟ چی گروهی گام زدن؟ گام زنه کنه بینه آدم خوشو گام میزنه معامله خوب میکنه آخر رومال داشتی خوب نبود گرفتی ایت رومال پرت افتی یه زنه که کلام با ایت خطت آخه سلام میبرم خیلی میکنن تو مرده نه بیا سلام چی فایده داره؟ برای کی کردی دیره؟ برای شما؟ برای من رومال دارید خوب بود تا رنگ خطت
نمیدونم چی بود دیگه. باز میرم خونه رو هردک رومال میکنم. خانه داره و رومال کن بیرون دبرا سر تایخالی کن گشتنگی وقتش نمیگفته که بیا یگونجا بریم بیا یگونجا تماشا کنیم آزنوز میکنه نکن. وای وقتش بود آخی وقتش گذاشته همین مرده که ابله گپی زنک میگیره با اون زنک رومال میکشه میپرتویه سرش تیت میکنه ایخی رنگ ارچوی سلنوی تجارتی با دارین از سوار چی؟ از سرگجانی با دارین شهر تماشا داریم لیمونک خیلی با لیمون چی لیمون گنده؟ کرشه و تو فایده داره گریپ همه گریزونه اصلا هم فایده داره نمیریم خونه نه قبلش نه ولی همین یکون رفیقی من میگذره حالا ما شرمنده میشیم چی با؟ اگه همون گیاه دارم چی نگاه کرده چند تا لبس میگذره چند هفته میگذره چند ماشو میره از سالان دا بدون کودادش ها تلویزر داشت بوده اونو بیدون در همون تلویزر نشون داد که امریکا دا یک قبیلهش دا چی بوده گوشو دا مردکا بودن داشتون هم میفروختن اگر خیمان همجا دا میبودیم که شما هم من هم میفروختیم نه زنک جا من ترا نمیفروختم چکار کردم؟ من ترا توفه میکردم سلام علیکم مخلصان عزیز برادران بسیار گرامی قدر دوستداران شبکه شکرخند سعید جان ایدیوف انا امروز من با شما هستم سعید جان ایدیوف و میخواستم در یک مسئله با شما صحبت کرده باشم خب پیش از آنی که صحبت خیش را آغاز میکنم اول یک خواهش یک التماس از همه بلاگران تاجیک یک خواهش دارم برادران عزیز بیل همه کسا جمع میشویم ذره هم باشد یک ذره هم باشد یک جویه یاری کنیم به برادران و خواهران و پدران و مادران و کسانی که بیرون از وطن هستند یعنی در مهاجرت هستند همه ما شما میدونیم که امروزها یک وبای با نام کرونا ویروس در گوشه و کنار دنیا رفته ایستاده است و انا همین کرونا ویروس سبب شده است که امروز برادران قدردان ما مهاجران تاجیک در مهاجرت امروز در کرانتین هستند بسیار وضع اقتصادیشون وزنین است من یک خواهش دارم از همه شما بیل همه کسا شده ذره هم باشد یک قدر هم باشد به انمون برادرانی که در کرانتین هستند در مهاجرت یاردم کنیم یک جویه شده یاردم کنیم من یکتش من راهبر کانالی سعید جان شکرخند سعید جان ایدیوف و دیگرش برادر عزیز من کرامت‌الله جان که راهبری سامانه نیک پروداکشنز و اینچنین نیک پرو است و دیگر برادران خواهش دارم مگم با برادر عزیز و اینچنین برادری من دان جوان یعنی که دوستمراد شریپوف و باز دیگر برادرانی هستند عموما به همه بلاگران تاجیک من مراجعت میکنم که بید همه کس شده خالصا لله به خاطر خدا برای برادرای راهدوری خودمون یاری کنیم خواهش میکنم ترم نیز یک سهم خطه بگذار برادرای عزیزی ما را و برادرایی که در غریبی هستند یک یاری و کمک رسونیم ماشاءالله تمام فکر بهترین است چقدر غیرت کوششی که از دست من میآید من برای برادرانی که بیرون از جمهوری است ماشاءالله ما کوشش غیرت خود را یعنی که کمک خود را برای همین برادران عزیز میرسانیم خداوند تبارک و تعالی همه شما را نگهبان باشد خب بعدا برادران عزیز من ما امروز در فیلارمونی بچگانه حضور داریم دوری دومی برنامه میدان هنر رو آغاز میکنیم
و تماشابینان عزیز مخلصان بسیار عزتمند در دور یکم که گذشته بود بسیار خواهش کردید که تشریف خلیلوف جمشید حلیم و باز خیلی باید چند نفر دیگر رو گفتید و بسیار تشریف رو تکلیف کردید. تشریف جان دودری عزیز، تشریف جان خلیلوف، تو فکر نکن که برای برنامه ما برای مخلصات بیا، التماس شرم نکده بیا، یا بار بیا برادر همین برنامه در اشتراک کن، مخلصات را خواهش کرده استند. من چند مرتبه زنگ زدم باور کنیم با واسطه تلفن اگه جو گپ نیست میبینم اگه جو تشریف نه اگه جو گپ نیست نگه با تلفن اگه جو نمیکشه تلفن نمیبرداره یا لیوین بود مرد رفت لیوین من ایشم زوبایشم تمام میشه کینه مولا تمام میشه من تشریف 3 ماه ندیدم دیگه. خواهش میکنم تشریف به خاطر مخلصات بیا. و امروز آغاز دور دومی برنامه میدان هنر در کامنتاری ها نویسید سوالهایی که شما میخواهید، تزگویک‌هایی که شما میخواهید، هر چیزی که شما میخواهید من یک خواهش دارم در کامنتاری ها نویسید که اگه انمی سوال با فلان هنرمند یا که همین در هنرمندا پیشنهاد کنید. بعدم باز یک چیز دیگر است اینجا در برنامه میدان هنر میتوانند که هنرمندان، رقاصه ها، سرایندگان، نوازندگان، تاکسیست بهترین همه کسب هنر میتوان در برنامه میدان هنر اشتراک ورزند. هر کسی که سعی میکند کوشش میکند و یک مهارت دارد مرحمت برنامه میدان هنر درش شده است مرحمت بیاید اشتراک ورزید. دوستان گرامی و مخلصان بسیار گرامی قدر برنامه میدان هنر من بعد از شبکه یعنی که از سامانه اینترنتی شکرخان سعید جان دیو و اینچنین از سامانه اینترنتی نیک پروداکشنز میرود به حضور میتونید تماشا کنید. مرحمت بار دیگر میگم که کسی میخواد اشتراک ورزد مرحمت. برادران که در مهاجرت هستید و حالا در کرانتین هستید ما از درگاه پروردگار عزوجل برای شما صبر و طاقت تمنا داریم و باقی برای همتون سربلندی خانوادگی تنصیحاتی عمری دراز رزق فراز رو از درگاه خداوند تمنا داریم. در امان خدا باشید. ان شاء الله ما با شما هستیم. با ما مؤمن و مسلمان خدا هست. فراموش نکنید. زنده باشید.